با آنکه از خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان 27 سال می‌گذرد، اکنون هم افغانستان درگیر جنگ بوده و ناامنی متداوم دامنگیر این سرزمین شده است. اکنون حکومت افغانستان جهت تأمین صلح در کشور روند مصالحه ملی و گفتگو با مخالفین مسلح دولت را در پیش گرفته است که با استقبال و انتقادات مختلف مردم و سیاسیون همراه بوده است. اخیراً عطا محمدی نور در پیامش به مناسبت 27مین سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان برای حمایت از فرآیند مصالحه و گفتگوی حکومت وحدت ملی با مخالفین مسلح شرایط را پیشنهاد کرده است. آقای نور در این پیامش گفته است که در صورت از روند مصالحه با مخالفین مسلح دولت حمایت خواهد کرد که قانون اساسی، آزادی بیان، دستاوردهای مقاومت و جهاد را صدمه وارد ننموده و آن را حفظ کند. پیام عطا محمدی نور از سوی اسحاق سروری، سرپرست ولایت بلخ، به همایش تجلیل از 27مین سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان قرائت گردید. ما فرآیند مصالحه را نیز حمایت می‌کنیم، مشروط بر این که قانون اساسی، نظام دموکراسی، حقوق و آزادی‌های شهروندی، خاصتا آزادی بیان و مطبوعات و دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان به گونه خدشه ناپذیر حفظ گردد. با این حال اکثر از اشتراکین همایش با پیام آقای نور مخالف بوده و به این باور هستند که صلح یگانه راه توسعه و آسایش افغان‌ها بوده و به هر قیمتی که ممکن باشد باید به آن دست یافت. وړو مواردو کې چې د اساسي قانون بعضې بندونه کېدای شي طالبان رانږدې کړي دولت سره یو ځای کړي او طالبان راشي د دولت سره د وینه بدبختي دمکشي د شیان د منځه لاړ شي، نو زه لازمه دا وینم چې هغه موارد چې فقط د بشر حقوقو د پښو لاندې نشي او زمونږ دین او افغانیت ته ضرر ونه رسوي، نورو هر مواردو کې که دوی سره نږدې کېږي اساسي قانون باید ورته بدل شي. به هر قیمتی که به صلح بخویش هستیم، طرفدار صلح هستیم. تا بقای ما خون ریزانیم، تا بقای جوانای خود عزیز بدیم، تا بقای مهاجر شویم. این در حال است که اکثر از افغان‌ها خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان را عامل بنیادی وضعیت حاکم و پادرمیانی غرب در این کشور می‌دانند. مجیب رحمانی حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.